قصد ازدواج ندارید شما حالا واقعا با این شرایط قصد ازدواج دارم و همینجا دعوت میکنم. الو مرتضی، سلام داداش، خوبی؟ خسته نباشی. آقا چی شد؟ قرار بود خبر بدی. میای بالاخره کمکم یا نه؟ آره دیگه، پس فردا اساس کشی دارم. آها. نه خواهش می‌کنم، دشمن شرمنده. الو علی جان، سلام، مخلصم. خوبی؟ من اساس کشی دارم، بچه ها نیستن بیان کمک. نه خب اگه هفته دیگه که نه دیگه، نه همین پس فردا اساس کشی دارم. لطف کردی قربان، خدا. الو سلام دادا، چطوری پارسا جون؟ آقا پس فردا اساس کشیه ها، آماده ای؟ چی؟ یعنی چی کمرت گرفته؟ بابا مرد اسایی، من به تو گفتم پس فردا من اساس کشی دارم پارسا. خیلی خوب، باشه بابا، باشه. سلام، بیژن بنفشه‌فر هستم. با سلام، شما با اسبابچی تماس گرفته. سلام، حالی شما چطوری؟ حالی شما چطوری؟ خوبین؟ خوش آمدید، بفرمایید. سلام. خسته نباشی. تموم شد؟ بله آیزم. بابا باریکلا، به چه سرعتی. این جادوگر شهر چیز بود میگفت بابیلی بوبیلی بو. یه چوب داشت میگفت بابیلی بوبیلی بو، همه چی درست میشد. باریکلا. چقدرم ترتمیز، چقدر خوش سلیقه شیدیم. دیگه داشتن یه همسر خوب همینه دیگه. خب قصد ازدواج ندارید شما حالا واقعا؟ الان دیگه با این شرایط چرا؟ واقعا با این شرایط قصد ازدواج دارم و همینجا دعوت میکنم از نباشخی میکنم، ولی بی‌نظیر واقعا برای مخصوصا افرادی که مجردن. اسبابچی یکی از گزینه‌های درجه یک این ماجرا میتونه باشه که راحت بتونید اساس کشیتون انجام بدین، با سلیقه و خوشگل چیده بشه و خلاصه از این پروسه جون سالم به در ببرید. پس منتظر خبرش هستیم که آره، یه اتفاقایی هم تو راه هست، ولی فعلا شما به کسی نگید.